سلام، به چنل خودتون خوش اومدین. اینجا چنل آموزشکه و قراره توی این چنل تجربیات کاری خودم و تحقیقاتی که در حوزه سلامت انجام میدم رو با شما به اشتراک بذارم. دیگه گاهی اوقات یه وسیله‌ای رو جایی میذارین که فراموش میکنین کجا گذاشتینش، یا حتی ساعت‌ها دنبالش میگردین اما آخرم پیداش نمیکنین. درسته، موضوع امروزمون در مورد بیماری آلزایمره. آلزایمری که نه تنها توی سنین بالا دیده میشه، بلکه توی سنین پایین‌تر هم دیده شده. اما هر مشکلی یه راه حلی داره که با رعایت یه سری نکات کوچیک به راحتی میتونیم بهش مبتلا نشیم. پس تا آخر ویدیو با ما باشین، چرا که در آخر راه‌های پیشگیری از این بیماری رو با هم یاد میگیریم. آلزایمر یه بیماریه که به سلول‌های مغزی آسیب میزنه و اونها رو از بین میبره. به کندی شروع میشه و به تدریج رو به وخامت میره. حالا اگه این آسیبی که به مغز وارد میشه خیلی شدید باشه و سلول‌های بیشتری از بین بره، باعث میشه که اندازه مغز هم کوچیک‌تر بشه و به اصطلاح پزشکی دمانس مغزی اتفاق بیفته. مهمترین چیزی که در مورد آلزایمر باید بدونیم اینه که علائمش رو بشناسیم. شاید معمولاً اولین علامتی که برای فرد اتفاق بیفته اینه که فراموشکار میشه. یه وسیله‌ای رو یه جایی میذاره که فراموش میکنه کجا گذاشتتش، یا حتی توی مکانی قرار میگیره، به خیابون میره، به مکان تفریحی میره اما یادش میره که اسم اون مکان چی هست. یا خیلی وقتا میبینیم فرد یه چندین مرتبه یه سوال رو ازتون میپرسه، یا خیلی وقتا اتفاقاتی برامون پیش میاد که اونها رو به سختی به یاد میاریم یا حتی فراموش میکنیم که اون اتفاقات چی بودن. اینا علائمی هستن که نشون دهنده بروز آلزایمر توی بدن ما. درسته که این علائم جزء علائم آلزایمر حساب میشن، اما یه سری از علائم هم هستن که نشون دهنده عدم تمرکز یا مشغله فکری ما هستن. مثلا گاهی اوقات میتونیم که کیف پولمون رو یه جایی گذاشته باشیم اما فراموش کنیم که کجا گذاشتیمش، اما یه مدت بعدش پیداش میکنیم. اما اگه که این کیف پول رو به طور مداوم فراموش کنید که کجا گذاشتینش یا این مسئله چندین مرتبه در طول روز براتون تکرار بشه، میتونه نشون دهنده بروز آلزایمر باشه. علامت دیگه‌ای که میتونه نشون دهنده آلزایمر باشه اینه که شخص کلمات رو فراموش میکنه، حین صحبت کردنش دچار مشکل میشه، کلمات رو درهم برهم میگه که این موضوعات رو باید خیلی بهش دقت کنیم چون میتونه نشون دهنده ای از بروز آلزایمر توی بدنمون باشه. علامت دیگه آلزایمر رو میتونیم توی آشفتگی شخص ببینیم. خوابهای آشفته میبینه، بیقرار میشه، تغییرات خلق و خو داره، یا خیلی وقتا توی مسیر آشنایی گم میشه، یا حتی توی حساب و کتاب کردنش هم دچار مشکل میشه. این علائم میتونن علائم خفیف آلزایمر باشن. یه علامت دیگه‌ای که توی آلزایمر میتونه بروز کنه آشفتگی و بیقراری فرده. خوابهای آشفته میبینه، اضطراب داره، ناامید میشه، یا حتی توی حساب و کتاب کردنش دچار مشکل میشه. حساب کتابی که توی روزهای قبل هیچ مشکلی توی اونها نداشته اما الان نمیتونه حتی یه حساب و کتاب ساده رو انجام بده، یا حتی اگه توی مسیر آشنا باشه، به خیابون بره، برای خرید بره، ببینه دچار فراموشی اون مکان شده یا حتی اسم اون مکان رو هم فراموش بکنه. این علائم خفیف آلزایمر هستن. اما یه سری از علائم هم هستن که جزء علائم شدید و پرحاشیه آلزایمر محسوب میشن. مثلا فردی که دچار علائم شدید آلزایمر هست دچار کاهش وزن میشه، یا حتی توی برقرار کردن ارتباطش با دیگران دچار مشکل میشه، یا حتی تشنج رو تجربه میکنه و این تشنج به مرور براش تکرار میشه، یا حتی آب دهانش رو نمیتونه قورت بده و توی کنترل ادرار و مدفوعش دچار مشکل میشه. خب حالا که با علائم آلزایمر آشنا شدیم، بهتره بدونیم که چه علائمی باعث بروز آلزایمر میشن. سن و جنسیت. از هر 10,000 نفری که رنج سنی 65 تا 74 سال دارن، 2 نفرشون مبتلا به آلزایمر میشن. مورد بعدی ژنتیک هست. افرادی که توی اقوام درجه 1شون دچار آلزایمر شدن میتونن بیشتر به آلزایمر مبتلا بشن. حتی کسایی که ضربه به سرشون وارد میشه آلزایمر رو بیشتر تجربه میکنن. افرادی که سبک زندگی ناسالمی دارن به راحتی میتونن دچار آلزایمر بشن. حتی افرادی که ورزش رو توی برنامه خودشون قرار نمیدن.
برای آلزایمر متاسفانه درمان قطعی وجود نداره، اما یه سری داروها هستن که میتونن علائم آلزایمر رو کاهش بدن، مثل دومپزیل، گالانتامین، ممانتین یا خیلی از روش‌های غیر دارویی مثل فیزیوتراپی. شخصی که دچار آلزایمر میشه از لحاظ حرکتی یه سری مشکلات براش به وجود میاد که با فیزیوتراپی میتونه اون رو کاهش بده. به نظر من بهترین راه برای بروز آلزایمر توی بدنمون اینه که ازش پیشگیری کنیم، چرا که پیشگیری کردن از هر بیماری بهتر از درمانه. چرا که امروزه هزینه‌های زیادی باید برای درمان بیماری‌ها خرج بشه و افرادی که در ارتباط با افراد آلزایمری هستن متاسفانه شرایط سختی رو تجربه می‌کنن. اما قبل از اینکه راه‌های پیشگیری از اون رو بهت بگم، ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید، چرا که حمایت شما باعث میشه این سبک ویدیوها به دست افرادی که بهش نیاز دارن برسه. خب بریم سراغ راه‌های پیشگیری از بروز آلزایمر توی بدنمون. سبک زندگی سالمی رو برای خودتون انتخاب کنید. غذایی رو که استفاده می‌کنین، غذاهایی که چربی زیادی دارن، قند زیادی رو دارن رو حذف بکنین، چرا که این موارد باعث میشه که توی بدنتون التهاب ایجاد بشه. ورزش‌های گروهی انجام بدین. سیگار رو ترک کنید. از مصرف الکل پرهیز کنید. قند خون و فشار خونتون رو به طور مرتب چک کنید. سرگرمی و فعالیت‌های گروهی برای خودتون داشته باشین. تحقیقات نشون داده افرادی که مطالعه دارن و به طور مداوم کتاب میخونن کمتر به آلزایمر مبتلا میشن. داروهای خواب‌آور و ضد اضطراب رو اصلا استفاده نکنید، چرا که تحقیقات نشون داده افرادی که داروهای خواب‌آور و ضد اضطراب رو استفاده میکنن به مرور زمان باعث میشه که آلزایمر توی اونها بیشتر اتفاق بیفته. حتی دانشمندان به این نتیجه رسیدن توی مغز افرادی که دچار آلزایمر هستن مقدار قابل توجهی آلومینیوم وجود داره و این آلومینیوم میتونه از ظروف آلومینیومی که ما در طول روز داخلش غذا درست میکنیم و طبخ میکنیم وارد بدنمون بشه. سعی کنید از ظروف آلومینیومی به هیچ عنوان استفاده نکنید. یکی از موارد مهم دیگه‌ای که باعث میشه سریعتر به آلزایمر مبتلا بشیم سردی مغزمون هست. سعی بکنید غذاهای سرد رو از رژیم غذاییتون حذف کنید. به طور مثال یه وعده غذایی رو که بخوایم مثال بزنیم، شما صبحانه رو نون استفاده میکنید، پنیر استفاده میکنید، گردو استفاده میکنید یا حتی وعده نهارتون از برنج، مرغ و در کنارش هم یه ظرف سالاد میذارین. تمام این مواد غذایی سرد هستن، اما به راحتی با انجام دادن یه سری نکات کوچیک میتونید سردی غذا رو برطرف کنید. مثلا میتونید روی برنجتون از زعفرون استفاده کنید یا به برنجتون زیره بزنید. به این راحتی میتونید سردی غذا رو از بین ببرین. یا خیلی وقتا میخوایم به خودمون لطف کنیم، نوشابه رو از رژیم غذاییمون حذف میکنیم اما دوغ رو بهش اضافه میکنیم. دوغ منبع سردی فراوانی هست و باعث میشه که مغز ما سرد بشه و خیلی سریعتر به آلزایمر مبتلا بشیم. در طول روز از چند تا دونه کشمش استفاده کنین. بهتره 20 تا 30 تا دونه کشمش رو توی رژیم غذاییتون قرار بدین، چرا که کشمش طبع گرمی داره. یا میتونین از ارده و عسل یا شیره خرما به عنوان صبحانه استفاده کنید. این سه تا ماده‌ای که بهتون گفتم طبع فوق‌العاده گرمی داره. علاوه بر اینکه انرژی بدن رو بالا میبره، باعث میشه که طبیعت بدن هم گرم بشه و سردی بدن رو کاهش بده. یا خیلی وقتا میتونید خصوصا حالا که با شروع فصل گرما هست از شربت عسل و زعفرون استفاده کنید. این دوتا ماده فوق‌العاده طبع گرمی دارن و به راحتی سردی غذاها رو از بین میبرن. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. خوشحال میشم حمایت خودتون رو با لایک، کامنت و سابسکرایب از کانال ما نشون بدین. در آخر هم 2 تا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که با دیدنش میتونید سبک زندگی سالمی رو تجربه کنید.